أمطري حبا وطهرا يا سما، واملئ الأرجاء سحرا ونقا. ها هي الأرواح مذ أن بللت، أرضنا بالغيث عادت للصفا. أمطري حبا وطهرا يا سما، واملئ الأرجاء. امروز انا خیلی از جوانهای با احساس متدین در شبکه‌ها در مختلف مسائل بحث میکنن و دیگه روی مختلف مسائل ابراز نظر میکنن. البته مسائل شرعی منظور است. پس دعوت ما این است که به خاطر اینکه طاقت و توانمندی ها و اوقات قیمتی ما و شما در اموری که چندان مفید نیست، از اینکه در این امور مصرف شد وقت پر ارج، وقت قیمتی و این طاقت و توانمندی ها، پس بهتر است که در همچون برنامه‌های مهم که روی نشری اندیشه های اسلامی کار میشد، ما در همچون برنامه سهم باشیم، مساهمت بکنیم، به خاطر اینکه ما بتونیم که بیشتر به ملت و امت و جامعه خدمت بکنیم و تا اینکه هرچی بیشتر و زودتر ملت بیدار بشود و اندیشه های اسلامی را از آن خود بکند. بازم تکرار میکنم و تاکید میکنم که ما به زحمات برادرها در کانال ها احترام داریم، جزاهم الله خیرا، اما تا اینکه ما یک عمل خوب را انجام بدیم، یک عمل مثمرتر، یک عملی که مفیدتر است برای ملت و امت و جامعه، پس روی مسئله اسلام، محاسن اسلام و اینکه روحیه افتخار به اسلام عزیز در ضمیر ملت زنده باشد، روی این مسائل توجه باید صورت بگیره. از اینکه در مختلف مسائل داخل میشیم یا از این مسائل سوال میکنیم، بنا کسی باید بیشتر سوالات ما، سوال جوابهای ما، مسائلی که با مطرح میکنیم، روی تلاش میکنیم، زحمت میکشیم، فکرمند میکنیم، باید بیشتر روی اسلام شناسی، روحیه افتخار به اسلام، روی نشر مفاهیم قرآنی، روی مسئله ایجاد شیوه های آموختن قرآن، شیوه خواندن قرآن و اینکه ما چطور با قرآن کریم کسی تماس خود برقرار بکنیم، باید بیشتر روی این مسائل توجه شد. بنابراین از دوستان خواهش میکنیم که از اینکه در دیگه مسائل مصروف میشیم و وقت قیمتی خود را صرف میکنیم در مسئله قرآن شناسی، اسلام شناسی، الله شناسی، پیامبر شناسی، باید ما وقت خود دیگه مصرف کنیم و هدف از این برنامه همین است که ما به مسائل محوری و مهمتر ما خود مصروف بکنیم.